اظهار نظر جالب همتیمی سابق رونالدو راجع به رقابت او با مسی. وین رونی اسطوره منچستر یونایتد کریستیانو رونالدو را یک فرد خودخواه خطاب کرد و معتقد است که لیونل مسی بهترین بازیکن تاریخ می باشد. لیونل مسی و کریستیانو رونالدو برای نزدیک به 2 دهه بر جهان فوتبال سلطه داشتند و انواع و اقسام جوایز انفرادی و تیمی را تصاحب کردند. تاکنون مسی 8 بار و رونالدو 5 بار موفق به کسب جایزه توپ طلا شدند. حالا وین رونی که زمانی با فوق ستاره پرتغالی در منچستر یونایتد همتیمی بود، در مصاحبه‌ای گفت کریستیانو رونالدو فقط به گلزنی فکر می‌کند و به چیز دیگری اهمیت نمی‌دهد. او فقط دوست دارد گل بزند. اما وقتی شما به مسی نگاه می‌کنید، او کارهای بیشتری انجام می‌دهد. اخیراً ادن هازارد گفته بود که فوتبالیست کاملتری نسبت به رونالدو است و من با او موافق هستم. گری نویل نیز میگفت که فرگوسن هم من میخواست که عقب‌تر بیایم و توپ بگیرم و این به خاطر آن بود که من میخواستم فوتبال بازی کنم. البته میتوانستم در آن زمان خودخواه باشم و در همان نوک خط حمله باقی بمانم. شاید گل‌های بیشتری به ثمر میرساندم، اما میخواستم فوتبال بازی کنم و فوتبال بازی کردن محدود به گلزنی نمیشود.